همداران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در دهه امون شیخی شهر وحدت بونغورا میگن در نزدی باغ 2 گکتر باغ که خانه دارد، قرار خانه دارد، قرار باغداری دارد، قرار یک بوخه خانه دارد. باغ 400 تا سیب سیمرینکه دارد، 200 تا گلوس دارد قریبی. همین سال فقط 3 تونه گلوس فروختگان با نرخ 20 سومانی 60,000 سومانی. در سال گذشته 20 تونه سیب فروختن، از همینجا 5 سومانی سیب سیمرینکه همین فروخته می شود، چون که مبلغ در کار است به طریق عاجلی فروخته می شود. یک جای بنهایت نغز دریای کوفرنیان یک تقریبا 50 متر اون طرف گذشته ایستاده است. بین دریا و اینجا خانه ها ساخته شده است، آب آورده می شود. 3-4 متر زنید تک زمین آب میبراید یا 10 متر زنید آب میبراید. اینجا ماهی خانه کرده می شود، اینجا فانتان کرده می شود. خلاص گپ اینجا را یک دچه بنهایت زیبایی دارای 2 گکتر باغ کرده می شود. با من نهایت معقول است. این سیب را ببینید، سیبای چند ساله است که سال امسال آن دارد و امسال کم دارد، چون که سیب سیمرینکه عادتا سالبان می بیاید. من حاضر خانه را نشان میدم به شما. قرار خانه هست، قرار من مول خانه هست، قرار باغ هست. باغ را نشان میدم. چی رو خانه را، خانه‌ای که میبینید 3 در خانه است، 3 در خانه است. تگش 8 به 10 ته خانه است که برای سردخانه درست کردگان. شما میخواید سردخانه کنید، میتونید ته خانه کنید. اینجا یک استراحتگاه بهترین شما میتونید برای خودتان بنیاد کنید و جای کار 2 گکتر باغ، جای کار، جای استراحتتان. بهترین پیشنهادات شده است از طرف صاحب ملک. اینجا مهنت بسیار صرف شده است، اینجا آبادی بسیار کردن. این طرف است همش دچه ها است، دچه ها و قشلاق است، خانه ها اینجا است. خلاص گپ کدام میگیرد پشیمان نمی شود. همه حجتاش 100% تکرار میکنم. اینجا فقط باغ خانه فروخته می شود، زمین نه. وقتی که باغ رو خریداری کنید زمینش با همراه درختها به شما میگذارد. این قانون است. زمین مالکیت استثنایی دولت است، فروخته نمی شود. باغ فروخته می شود، خانه فروخته می شود، چون که مالکیت شما است. من همداران عزیز، من تلفن خودم رو میمونم در برای نوار. شما میتونید با من زنگ زنید، من با خریدار شما رو سر به سر میکنم. نرخ و نوایش رو هنگامی خریداری انیق پیدا شدن مصلحت میکنیم. حاضر من نوار رو میگیرم، یک درخت رو به نوار کرده به شما نشون میدم. پیش گلوسو من نمیروم، چون که هوا 45-47 درجه گرم است. درجه یک 200 متر رفتن در کار، یک 150 متر. سیب رو نشون میدم. سیب های کلان، درخت های علاقه کلان، این پنسومی هم سپرید اگر پولی کلان است برای سیب سیمرینکه. اینش دارد، سیب دارد. امسال کم بستگی، چون که سال گذشته بسیار بستگی بوده. سیمرینکه عادتا کم میبندد. ببینید که درختها کسل ندارن. خوبیش اینکه چخیل نگاه بین کردن کسل ندارن. نبین هر سال چخیلی که من شنیدم هر سال این کارکرد میشود. زمینش رو شما میتونید بیده کش کرده در اینجا یک بوقه خانه سازید، چون که قرار بوقه خانه هم هست، قرار مول خانه هم هست. بوقه خانه که در بوقه بندید یا که گوسفند بندید. خلاص گپ برای راحت خود، استراحت خود، یک استراحتگاهی بنهایت خوبه. همینجا شما آماده سازید. 50-60%، 70-80% کار شده است. حجت ها هست، قرارها هست، خانه هست، بنا هست، همش هست. فقط شما باغ رو میوهش رو میگیرید، میفروشید و ساختمانتون رو ادامه میدید. همداران عزیز، در پناه خدا باشید. با تلفنی که در بالای نوار میمونیم شما زنگ زده مراجعت کنید.